نکردم که جمعی از مردم اومدم محضر امام رضا، گفتن از جمع شیعیان هستی، ولی اذن دخول نداد. نقل کردن 2 ماه این مردم، رفتن و اومدن، نشد که نشد. محرمین گفتنشون، اذن محرم شدن نشد که نشد. تا که آخر به خادما گفتن بگید آقا محبتون هستیم. خود حضرت اومد به استقبال، راهشون داد به عزت و تکریم. من فدای شما که فرمودید، شیعه بودن به حرف و گفتن نیست. هر کسی میتونه محب باشه، هر کسی اما شیعه من نیست. حالا چی شد که بعد این همه سال بسته شد باز درای مرقدتون؟ پشت درهای بسته میخواستید شک کنیم ما به شیعه بودنمون. ما که سوختیم اما هیچ کس رو دیگه اینجوری امتحان نکنید. بکشید جسمشو بسوزونید، ولی با دوری امتحان نکنید. شیعه که نب محبتونم نب، اصلا چی شما بگید اونم. شما در رو گدا نمیبندید، منش فاطمه است میدون. یا امام مهربونم بیا و این بارم با ما از روی رفت تا کن. مثل شیعه زیاد از سر من فقط سائلم در رو وا کن. من فقط سائلم در رو وا کن. با روی سیاه اومدم، ای کاش بپذیری منو. مهربونم با بار گناه اومدم،
کاش بپذیری منو